برادر عزیز، علم حج بسیار علمی نازک است. حتی آن عالمایی که کتاب نوشته بودند درباره حج، دیگه حج نکرده بودن، آمده حج را از سرتراش‌های و از کوچه‌گردهای مکه می‌پرسیدند. حتی یکی از داملاهای ما هم وقتی که طواف کرده میشوند، دو رکعت نماز طواف میخوانند، میبرایند به تاکسی میشینند و میگن که به کوه صفا هی کن، مرا به کوه صفا بر. اینا فکر میکنن که کوه صفا مروه یک کوهی هست که باید به یک کوفته روی و بعد از صفا فرامده مروه روی. حالا انداز که نمیدونن که صفا و مروه در داخلی مسجد است. امروز گردش احاطه کردن، کوه در داخل امارت باقی ماندگی هست. یعنی که آدمی که در کتاب ها خوانده است، تصوری وی با واقعیت فرق میکنه.